سلام. به ویدیوی امروز خیلی خوش اومدی. اگه دنبال یه راه واقعی برای پول درآوردن از اینترنت توی سال 2025 هستی، این ویدیو مخصوص تویه. امروز میخوام 5 تا روش واقعاً کاربردی بهت معرفی کنم که بدون سرمایه‌گذاری زیاد میتونی شروعشون کنی و به درآمد برسی. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. روش اول، فریلنسری با کمک هوش مصنوعی. اولین روش فریلنسریه. اما نه فریلنسری معمولی، بلکه با کمک ابزارهای هوش مصنوعی مثل درتلش و استقل و هوتایس. مثلا میتونی با درتلش برای دیگران مقاله بنویسی، با سکرف طراحی‌های گرافیکی انجام بدی یا با ایده‌گرل تصاویر خلاقانه بسازی. بعدش این خدمات رو تو سایت‌هایی مثل سیگگ یا ایشزل بفروشی. فقط کافیه یه نمونه کار خوب داشته باشی، بقیه‌هاش خودش راه میافته. روش دوم، فروش محصولات دیجیتال. اگه دوست داری یه محصول بسازی که فقط یه بار زحمتشو بکشی ولی بارها بفروشی، فروش محصولات دیجیتال گزینه خیلی خوبیه. میتونه یه فایل شخص آموزشی باشه، یه قالب ورد یا حتی یه دوره آنلاین. سایت هایی مثل ایدجق یا رید خیلی راحت بهت اجازه میدن فایل ها تو برای فروش بذاری. درآمدش میتونه واقعاً شگفت‌انگیز باشه. روش سوم، تولید محتوای ویدیویی. این روزها محتوا پادشاهه. اگه دوست داری جلوی دوربین بیایی یا حتی بدون نشون دادن صورتت ویدیو درست کنی، چه اشتهکه یک گهوز و وزله زدس فرصت‌های طلایی هستن. محتوای آموزشی، سرگرمی، معرفی اپلیکیشن‌ها یا حتی فقط تجربه‌های روزمرهات میتونن دیده بشن. با رشد پیجت میتونی از تبلیغات، همکاری با برندها و فروش محصول درآمد خوبی داشته باشی. روش چهارم، سرمایه‌گذاری هوشمند. اگه کمی پس‌انداز داری، به جای نگه داشتنش توی حساب بانکی میتونی سرمایه‌گذاری هوشمند انجام بدی. مثلا خرید رمزارزهای معروف و معتبر یا استفاده از پلتفرم‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری کم ریسک دارن. حتی برخی سایت‌ها قابلیت درگیری دارن که درآمد ماهانه بهت میدن. البته این روش نیاز به آموزش و دقت داره، پس حتما اول تحقیق کن. روش پنجم، کارهای دورکاری و پروژه‌هایی. و آخرین روش دورکاریه. سایت‌هایی مثل دقیق‌ز، سبوکزوک و قهوه پر از موقعیت‌های شغلی هستن که میتونی از هر جای دنیا انجامشون بدی. اگه مهارت‌هایی مثل تایپ، ترجمه، برنامه‌نویسی یا طراحی بلدی، این کارا خیلی برات مناسبه. نیاز به رفت و آمد نداره و درآمد دلاری هم میتونه داشته باشه. جمع‌بندی. خب اینم از 5 روش واقعی برای کسب درآمد از اینترنت در سال 2025. مهم نیست کدوم راهو انتخاب میکنی، فقط مهمه که شروع کنی. اگه هیچ کاری نکنی، هیچی هم عوض نمیشه. تو کامنت ها به هم بگو کدوم روش برات جالبتر بود و اگه سوالی داشتی حتما بپرس. لایک و سابسکرایب هم یادت نره. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودی. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.